الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزة والجلال را شکر و حمد و ثنا و ستایش می نماییم که به ما بندگانش بار دیگر توفیق داد که در بزرگترین موضوع توحید و فهم و شرح و بیان و رکن شروط لا اله الا الله با شما صحبت داشته باشیم. برادران و خواهران عزیزم، این حلقه ما حلقه 14 است و باذن الله در این حلقه دلیل های باقی مانده را از گفته های علما و مذاهب چارگانه برای اثبات شرط های هفتگانه لا اله الا الله ذکر خواهیم کرد. در حلقه های گذشته به شما ذکر نمودیم و بیان کردیم که لا اله الا الله این یک کلمه خشک و خالی و یک کلمه نیست که فقط بگویید و نطق کنید و به همین تمام است، بلکه این کلمه لا اله الا الله یک کلمه پرمعنا با خودش رکنها دارد که بیان گشت و این چنین به خودش شرطها دارد. شرطهای لا اله الا الله 7 است که به شما بیان گشت که علم است و یقین است و اخلاص، علم است و یقین است و صدق است و اخلاص است و محبت و قبول و انقیاد است. این 7 شرطهای صحت لا اله الا الله است. هر کسی که این شرطها را عملا بجا نمی آورد، لا اله الا الله گفته اش به این انسان هیچ منفعت نخواهد داد و این انسان حتی از مسلمانی، از ملت اسلام در حالت نابود شدن یکی از این شرطها یا که همه این شرطها از اسلام بیرون خواهد شد. پس برادران عزیز و خواهران بزرگوارم، این شرطها خود به خود پیدا نشده است. چه خیلی که برای شما بیان کردیم در حلقه گذشته از قرآن و از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و این چنین از اجماع صحابه به شما ذکر نمودیم که این شروط 7 همه اش دلیل و اساس از قرآن و سنت و از اجماع صحابه دارد و این چنین دلیل عقلی را در حلقه گذشته به شما ذکر نمودیم. اما ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه گفته های علما را نسبت شرط های لا اله الا الله ذکر خواهیم کرد. چرا ما در مسئله دلیل آوردن در اثبات شرط های لا اله الا الله به نهایت دور و دراز یا که سخن را وسیع می کنیم و دلیل های زیاد را می آوریم؟ سببش این است که امروز مرجعه ها به نهایت کوشش می کنند و تألیف می کنند و تصنیف می کنند و صحبت ها و درس ها می دهند تا که به مسلمانان بگویند که لا اله الا الله یک کلمه خالی است و بی‌معناست. اعوذ بالله من ذلك. کوشش می کنند که بگویند لا اله الا الله شرط ندارد. کوشش می کنند که همین شرط 7 را که اهل سنت و الجماعت اثبات کرده است با قرآن و سنت و اجماع صحابه و عقلی و از سخنهای تابعین و از مذهب 4 همه این را می خواهند رد بکنند و می خواهند این شرط 7 را نابود گردانند. اما الله همیشه حفظ کننده دینش هست و الله کسی را خواهد به این حق هدایت خواهد کرد. پس بارک الله فیکم، در حقیقت این شرط ها اساسش از قرآن است و سنت است و اجماع صحابه و حتی عقلا هم تمام انسان می فهمد که این شرط ها وجود دارد. وقتی که ما بعد از این همه دلیل ها نظر به علمای سلف می کنیم،
میبینیم که علمای سلف نیز در اثبات شرط لا اله الا الله صحبت کرده اند و صحبتشان در حقیقت نوعهای گوناگون با نوعهای گوناگون به ما رسیده است. و اما اونها این شرطهای لا اله الا الله را به چندین عباره بیان میکردند. حقوق لا اله الا الله میگفتند، بعضشون میگفتند حقوق لا اله الا الله. و حتی در بعضی از کتب عقیده شما وقتی که میبینید که حقوق لا اله الا الله یعنی شرطهای لا اله الا الله، بعضشون همین شرطهای لا اله الا الله را ارکان لا اله الا الله گفتند. البته ما به شما در حلقه های آینده فرق رکن و شرط را بیان خواهیم کرد، اما یک چیز مهمی را باید دانید که رکن و شرط هر دویش ضرور برای لا اله الا الله است. هر کسی که رکن را ترک می کند داند که اسلامش شکسته است و هر کسی که شرط از این شرط های لا اله الا الله را ترک می کند این چنین اسلامش شکسته و اسلامش نابود شده است و اسلامش البته درست و کامل نیست. پس البته این مسئله در حلقه های آینده به شما بیان خواهد شد، اما بعضی از علما این شرط های هفتگانه را می گفتند رکن ها، بعضی از علما می گفتند فرض های لا اله الا الله، بعضیشون می گفتند قیود های لا اله الا الله، بعضیشون می گفتند حقایق لا اله الا الله، بعضیشون می گفتند اصل ایمان، حقیقت ایمان، یعنی حقیقت ایمان و اصل ایمان. مقصد از این سخنشون شرط های لا اله الا الله بود. پس از همه این گفته ها برمی آید که یک چیزهایی که بدون این چیزها کلمه توحید لا اله الا الله از انسان قبول نخواهد شد. حسن بصری رحمه الله یکی از کبار علما وقتی که زنی فرزندق وفات می کند به این مرد می گوید که تو به این روز چی آماده کردی؟ فرزندق می گوید که من شهادت لا اله الا الله را مدت 70 سال به این روز آماده کردم. حسن بصری می گوید نعم العده ان للا اله الا الله شروطا، بله آماده باش، لیکن بدان که البته لا اله الا الله به خود شرط ها دارد. و البته این روایت را ابن ابی شیبه در مصنفشان و ابن سعد در طبقاتش و این چنین ابن رجب در کتاب توحید با لفظ های مختلف همه اینها روایت کردند. یعنی این روایت از حسن بصری روایت صحیح است. حسن بصری یکی از کبار تابعین بود. تابعین یعنی کسی که صحابه را دیده بود، پیامبر را دیده، کسی که پیامبر را دیده است، ایمان آورده است و به ایمانش وفات کرده است، این را صحابه میگویند. اما کسی که صحابگان را دیده است اما پیامبر را ندیده است این را تابعین میگویند. کسی که تابعین را دیده است تبع تابعین میگویند. حسن بصری رحمه الله یکی از بزرگترین تابعین ها بود که در حقیقت میگفتند که لا اله الا الله شرط ها دارد. پس بارک الله فیکم. از این گفته حسن بصری ما میفهمیم که این عباره شرط های لا اله الا الله، این عباره یعنی شرط های لا اله الا الله عباره خلفی نیست، یعنی عباره که نو پیدا نشده است، بلکه این عباره سلفی هست. یعنی عباره است که علمای سلف، علمای پیش گذشته عصر اول اسلام و یا که قرون مفضل اسلام این عباره را استفاده برده اند. خیلی که از حسن بصری بیان کردیم که گفتند لا اله الا الله به خود شرط ها را دارد. بارک الله فیکم. این چنین روایت دیگر از حسن بصری آمده است که کسی به حسن بصری گفت این ناسا یقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنه. یعنی ای حسن بصری، بعضی از مردم میگویند که هر کسی بگوید که نیست معبودی بر حق بجز الله داخل جنت می شود، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله را نطق کند داخل جنت می شود. سوال کردند از حسن بصری که آیا همین درست است یا نیست؟ حسن بصری گفت من قال لا اله الا الله فادى حقها و فرضها دخل الجنه. یعنی هر کسی که لا اله الا الله بگوید،
حق لا اله الا الله را، فرض لا اله الا الله را به جا بیاورد، البته داخل جنت می شود. چه خیلی که ما بیان کردیم بعضی از علما شرط های لا اله الا الله را حق لا اله الا الله می گفتند یا که فرض لا اله الا الله می گفتند، چه خیلی که حسن بصری در اینجا ذکر کردند. پس لا اله الا الله به خود حق دارد، به خود فرض دارد، به خود حقوق دارد و ارکان دارد و شروط دارد. بارک الله فیکم. هر کسی که این شروط را، این حق لا اله الا الله و فرض و قیودش را به جا نمی آورد، لا اله الا اللهش به این انسان هیچ فایده نخواهد داد. و البته این روایت که از حسن بصری روایت دوم شده است، اصفهانی در کتاب حجة فی بیان المحجة ذکر کردن، الحجة فی بیان المحجة ذکر کردن و البته این درست است. و حق و فرض لا اله الا الله یعنی این شرط های لا اله الا الله است. شرط های لا اله الا الله، شرط های یعنی حق های لا اله الا الله و فرض های لا اله الا الله گفته می شود. و این چنین علمای دیگر وهب ابن منبه، وهب ابن منبه می گویند وقتی که انسان ها از وهب می پرسند که آیا لا اله الا الله این کلید جنت نیست؟ الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ آیا لا اله الا الله کلید جنت نیست؟ وهب جواب می دهند بلا ولكن ما من مفتاح الا وله اسنان. بله لا اله الا الله کلید جنت است، اما یگان کلید نیست مگرم اینکه با خودش دندان ها دارد. فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك. یعنی هنگامی که تو کلید را آوردی که دندانه های کلید در جایش هست و دندانه دارد، در به تو باز خواهد شد. اما وقتی که کلید را آوردی که دندانه ندارد، در این دروازه ها به تو باز نخواهد شد. و البته این روایت از وهب از روایت امام بخاری هست. این روایت 100% صحیح است، درست است. لا اله الا الله این کلید است، اما شرط های لا اله الا الله این دندانه های کلید است. هر کسی که لا اله الا الله بگوید مسلمان شد، اما بعد از این باید دندانه های لا اله الا الله را به جا بیاورد، دندانه های کلید را به جا بیاورد، وگرنه به این یک کلید داخل جنت شده نمیتواند. بارک الله فیکم. پس این دندانه های کلید شرط های لا اله الا الله است. به همین معنا یک عباره‌ای که وهب همچون کنایه زدند و با این کنایه شرط های لا اله الا الله را بیان کردند. یا که به کتاب معتبرترین ابن بطه نظر بکنید، کتاب ایبانه. الله رب العزة والجلال به ما توفیق داد و این از فضل الله رب العزة والجلال بود که در مدینه منوره در دست یکی از مشایخ بزرگ اهل سنت و الجماعت کتاب ابن بطه را در مسجد نبوی تحصیل نمودیم و تدریس کردیم. پس ابن بطه رحمه الله یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت میگویند فتضمنت هذه الآية اوصاف الإيمان وشرائطه. آیت سوره بقره آیت 17 مثل كمثل الذي استوقد نارا، یعنی میگن که این آیت در برگیرنده آیه های صفت های ایمان و شروط های ایمان است. پس همین شرط های لا اله الا الله چه خیلی که در حلقه گذشته بیان کردیم شرط های اسلام است و این چنین شرط های ایمان است. بارک الله فیکم. ابن رجب حنبلی در کتاب توحید شرح حدیث لا اله الا الله را میکنن. یعنی حدیثی که آمده است من قال لا اله الا الله دخل الجنه، هر کسی که لا اله الا الله بگوید داخل جنت می شود. این سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را شرح می دهند و در زیر این حدیث سخنهای اهل سلف و سخنهای امامان اسلام را ذکر می کنند و می گویند که در این حدیث علما به 3 طایفه تقسیم شده اند و اختلاف کردند.
یعنی حدیثی که مطلق آمده است، یعنی هر کسی که لا اله الا الله بگوید داخل جنت می شود. علمای سلف این حدیث را مطلقاً قبول نمی کردند. بنگرید که ابن رجب حنبلی علمای سلف را مذهبشان را ذکر می کند در تفسیر این حدیث. در تفسیر این حدیث طایفه از علمای سلف می گفتند انها منسوخه بالفرائض والحدود. این حدیث منسوخ است. منسوخ چیست؟ منسوخ یک حدیثی که آمده است اما بعد از یک وقت معین الله رب العزة والجلال با آیت یا که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به حدیث دیگر این حدیث را حکمش را نابود کردند. البته این جایز است و علم ناسخ و منسوخ را ان شاء الله در حلقه های آینده در تفسیر مسائل اصول فقه ان شاء الله بیان خواهیم کرد. ان شاء الله وقتی که فرصت داد در علم اصول فقه مسئله ناسخ و منسوخ وجود دارد و الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه ما ننسخ من آیه او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. ما یگان آیات را نسخ نمی کنیم. نسخ یعنی محو نمی کنیم. محو پاک کردن و حکمش را نابود کردن مگر اینکه از اون بهترش را میاریم. و البته در قرآن بعضی از آیات ها نسخ شده است به مانند آیت عرق نوشیدن، شراب. در اول اسلام از الله رب العزة والجلال میگوید شراب بدی دارد و این چنین فایده دارد و در آیت دوم میگوید شراب را در حالت نوشیدن نماز نخوانید و در آیت سوم میگوید سوره مائده 90 و 91 که شراب حرام است و این آیت سوم سوره مائده 90 دو آیت گذشته را منسوخ میکند. گرچند که تلاوت میشود اما عمل کرده نمیشود به حکمش. این چنین علمای میگویند، قسم از علمای سلف میگویند که این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم با فرائضها و حدودهایی که در قرآن و سنت بعد از این که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردند و نازل شد، این لا اله الا الله دخل الجنه، من قال لا اله الا الله دخل الجنه منسوخ شد. یعنی این حدیث عمل کرده نمی شود. این حدیث به این حدیث عمل کرده و فتوا داده نمی شود. و طایفه دیگر از علمای سلف گفتند بل جاءت مقیده فی احادیث اخرى مخلصا مستيقنا. یعنی علمای دیگر، طایفه علمای دیگر از علمای سلف میگویند که بلکه این حدیث عام است و این هم علم اصول فقه است، عام خاص این چنین سخنها هست. یعنی حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من قال لا اله الا الله دخل الجنه، هر کسی که بگوید که نیست معبودی بر حق بجز الله داخل جنت می شود. علما میگن که این مطلق است، یعنی کسی که بگوید داخل جنت شد این مطلق است. اما حدیث های دیگر آمده است که حدیث های صحیح این مطلق یا که این حدیث عام را خاص میکند و مقید میکند. مثلا در حدیث هایی که ما در گذشته بیان کردیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن الا بحقها، مگرم به حقش، یعنی هر کسی که لا اله الا الله بگوید داخل جنت می شود در حالتی که حق لا اله الا الله را به جا بیارد. و در حدیث دیگر آمده است این سخن پیامبر را عام را خاص میکند که بصدق من قلبی، هر کسی که خالصانه از زیر قلبش صادقانه بگوید بعد این لا اله الا الله فایده میدهد. و این چنین البته حدیث ها آمده است که این حدیث را مقید میکند. و طایفه سوم میگن که یه محکم ولکن ضم الیه شرائط، این حدیث محکم است، یعنی حدیث خوب است لیکن دیگر در حدیث های دیگر آمده است شرط های این لا اله الا الله ذکر شده است. بارک الله فیکم. پس حسن بصری و وهب ابن منبه اینها میگن که مراد و مقصدی حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که مرجئه ها همیشه میگویند که هر کسی که لا اله الا الله بگوید داخل جنت می شود، گویا که فقط لا اله الا الله گوید شد، یعنی دیگر هیچ عملی را انجام ندهید هم می شود، گویا که همین خلاص از مفهوم حدیث. حسن بصری و وهب میگویند که بلکه میگن این لا اله الا الله به خودش مقتضا دارد و شرط ها دارد. همان وقت لا اله الا الله صاحبش را به جنت میبرد و از آتش سوزانی جهنم نجات میدهد که شرط هایش به جا آید و موانع های یعنی شکننده های لا اله الا الله نابود بگردد. بارک الله فیکم. و این چنین ابن رجب حنبلی در اثبات شرط های لا اله الا الله
آشکارانه صراحتا میگویند که و ان الیقین والصدق والاخلاص من شروطها و ان السلف كانوا یصرحون بذلك. میگویند البته یقین و صدق و اخلاص از شرط های لا اله الا الله است و سلف یعنی علمای صدر اسلام به این صراحتا آشکارا سخن میکردند و بیان میکردند، یعنی این شرط ها رو بیان میکردند. پس همه این مقصدی علمایی که از اینجا سخنشان را به شما ذکر کردیم این است که لا اله الا الله شرط ها دارد. بارک الله فیکم. و وقتی که نظر به علمای صدر اسلام میکنیم، وقتی که نظر به کتاب ایمان ابن ابی شیبه میکنیم، وقتی که نظر به کتاب ایمان ابن منده میکنیم، یا که وقتی که نظر به کتاب ایمان اوسط یا که کبیر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میکنیم، در اونجا میبینیم که همه این علمای اهل سنت و الجماعت به مرجعه، از مرجعه الغلات جهمیه یا که به مرجعه های عادی به همه اشان رد میزده اند و همیشه همه علمای اهل سنت و الجماعت به این مرجعه ها رد زده و همیشه میگویند که لا اله الا الله شرط ها دارد، زیرا مرجعه ها شرط های لا اله الا الله را قائل نیستند، یعنی مرجعه ها قبول ندارند. مرجعه ها میخواهند بگویند که لا اله الا الله یگان شرط هم ندارد، کسی لا اله الا الله بگوید این مسلمان است و عمل هیچ عملی نکند هم باکش نیست، تکذیب بکند، شک بکند در دین، جهل باشد، چیزی نباشد، این میگن حتی به اصول دین جهلش باشد هم این در اسلام است. و البته این سخن مرجعه سخنی غلط است و فهمی غلط است و این مبارزه و جنگ کردن به دین است و البته مقصد مرجعه همین است. برای همین است که کافران مرجعه ها را به نهایت دستگیری میکنند، یعنی مرجعه ها را چی میکنند؟ قوت میبخشند و طرفدار مرجعه هستند و در همه زمان و مکان میبینید که کافرها برای مرجعه فرصت سخن کردن، فرصت صحبت کردن را برای اونها آماده کرده اند، برای اونها کتاب نوشتن و چاپ کردن کتاب ها و در تمام تلویزیون ها صحبت کردن و مفتی شدن در همه حالت برای اونها در همه جای دنیا برای اونها خوب است، زیرا که کافرها میبینند که از این مرجعه ها هیچ ضرری نیست و هیچ فایده برای پیشروی اسلام نیست و این مرجعه ها قائل نه رکن، اگر قائل رکن باشند قائل شرط های لا اله الا الله نیستند. و این چنین اجری در کتاب الشریعه به نهایت رد شدید برای مرجعه زده است، خصوصا در بیان انمین حدیث که وقتی که مرجعه این حدیث را برای خود دلیل می آورد. بزرگترین دلیل مرجعه برای ترک عمل انمین حدیث است که میگویند من قال لا اله الا الله دخل الجنه، یعنی هر کسی که لا اله الا الله بگوید داخل جنت می شود. پیامبر در اینجا عمل را نگفتند، هیچ چیز را نگفتند. پس کسی که لا اله الا الله گوید مسلمان است، شرک را انجام میدهد، کفر را انجام میدهد، علم دارد، یقین دارد، ندارد، اخلاص دارد، ندارد، فرقی ندارد. این مذهب مذهب مرجعه است و دلیلشون همین حدیث است. و البته چخیلی که بیان کردیم تمام علما رد زدند و میگویند که این حدیث منسوخ است و بعضی از طایفه میگن که این حدیث عام است یا که مطلق است، دیگر حدیث ها این را مقید میکند. و البته بعضی از علما میگن این حدیثی است که دیگر حدیث ها این حدیث را شرط های این حدیث را ذکر میکند. اما مرجعه البته مذهب جهلا، مذهب جاهل ها و بی علمان از این چیزها بیخبرند، از البته مذهب اهل بدعت. و این چنین ابن منده یکی از علمای اهل سنت و الجماعت و ابن العبکری و ابن رجب، همه این علما رد شدید به مرجعه زدند در فهم این حدیث که فهم مرجعه غلط است. برای همین برادران عزیز و خواهران بزرگوارم، امروز در جمعیت من و شما در تاجیکستان، ازبکستان و عموما در تمام دنیا انمین فهم غلط مرجعه یک همچون کسلی و ویروس و یک سرطان پهن شده است. اگر به منطقه خود تاجیکان نظر بکنید، یک قاعده دارند میگویند لا اله الا الله بگوید شد، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید، بعد از این قلبتون پاک باشد، نماز نخوانید، روزه ندارید، حج نروید، زکات ندهید، یگان بار این عملها را انجام ندهید، اما لا اله الا الله بگوید، مشرک باشید، شرک انجام شود، کفر انجام شود، شکننده های اسلام انجام شود، طاغوت پرستی انجام شود، در همه این حالت مرجعه ها میگد که اینها مسلمان است. و البته مردم ما هم در مذهب مرجعه است. این سخن مردم عادی خود به خود پیدا نشده است.
این سخن مرجعه ها هست، این سخن ماتریدی ها هست، این سخن اشعری ها هست، این سخن غلات طاغوت پرستا هست. این سخن بعضی از انسانی هست که به نهایت خود را همچون یک دفاع کننده سنت میگیرند، اما وقتی که نظر به منهج و عقیده اونها میگیرد مرجعه العصرند، مرجعه عصر حاضرند. بعضشون جهمی شده اند، از مدخلی و اشعری و ماتریدی و جهمی و حزبی و غیره. همه اینها البته مرجعه های عصر حاضر هستند که این شروط ها را قبول ندارند. اگر قبول کنند هم شروط صحت لا اله الا الله نمیگویند. یعنی ما مذهبی اهل سنت و جماعت میگیم این 7 شرط صحت لا اله الا الله است. معنیش چی است میدونید؟ یعنی وقتی که یکی از این شرط ها عملا اجرا نشد، دانید که لا اله الا الله صحیح نشد. به مانند اینکه طهارت شرط صحت نماز است، طهارت شرط نماز است، شرط صحت نماز است. وقتی که طهارت نیست نماز باطل است. اینچنین وقتی که یکی از این 7 شرط یکی اش نابود شد، ترک شد، دانید که لا اله الا الله باطل شد. من این شرط را دارد. البته ما شرط ها را به شما ذکر میکنیم، شرط های مثلا شرط للوجوب، شرط للصحه، شرط جلی، شرط الوضعی. همه این شرط ها را ما به شما شرط ها را بیان میکنیم و فرق یک دیگرش را میگیم. اما لا اله الا الله این شرطی صحت است و تمام عبادت ها البته به خود شرط دارد. شرط های این البته صحت است. بارک الله فیکم. و این چنین وقتی که به مذاهب ها نظر میکنید برادران و خواهران بزرگوارم، بیاید نظر به مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه میکنید. یک از علمای بزرگی مذهب حنفی ملا عینی در کتاب عمدة القاری، البته عمدة القاری این کتاب شرح صحیح بخاری است. وقتی که کتاب عمدة القاری میگیرید دانید که گویا ملا عینی حنفی صحیح بخاری را شرح داده اند. البته 15 تا 18 مجلد است در این کتاب. و ابن منیر این چنین ذکر میکنند که العلم شرط فی صحت القول والعمل فلا يعتبران الا به. علم این شرط صحتی قول و عمل است. یعنی کسی که سخن میگوید، کسی که عمل میکند، همان وقت سخنش و عملش درست است که علم داشته باشد. وقتی که علم به وجود نآمد، وقتی که کسی علم ندارد، سخنش و عملش صحیح نیست و به اعتبار گرفته نمی شود. بارک الله فیکم. معنای سخن این است که وقتی که کسی لا اله الا الله بگوید، محمد رسول الله بگوید، اما علم نداشته باشد، معنای لا اله الا الله را نفهمد، همچون یک کلمه عادی بگوید، مسلمان نیست. باید معنیش را فهمد، اقرار بکند و بعد از این مسلمان است. و یک انسان عمل را بکند و این عمل را نداند که به خاطر چی میکند، علم از این عمل نداشته باشد، البته این عملش هم قبول نیست. و این چنین از علمای حنفی خوجندی حنفی ابو مسلم الخوجندی میگویند. البته یکی از کتاب‌های بهترین این شیخ خوجندی که در زمان ملحدین وقتی که کمونیست ها آسیای میانه و به خصوص فرغانه را به زیر تصرف خود می‌دارند، این ابو مسلم خوجندی از اینجا فرار میکنند به مرغلان و از خوجند به مرغلان و از مرغلان به مکه مکرمه و در مکه مکرمه همچون یکی از علمای بزرگی اهل سنت و جماعت در اونجا زندگی میکردند و تألیف‌های هم دارند. یکی از تألیف‌های این علامه خوجندی حنفی در من بنده وجود داشت که لا مذهبی الرساله الى یابان، این چنین مسلم الیابان، الرساله الى مسلم الیابان گفتن یک رساله داشتند که در اینجا به قرآن و سنت دعوت میکردند. البته تاجیک های ما علمای بزرگ دارد و داشت، البته داشت. بارک الله فیکن. و این همه میگن که در کتاب مفتاح الجنة خود میگن که ولا اله الا الله هي كلمة الاخلاص ولكن لا تنفع قائلها عند الله وفي الدار الاخر الا بشروط العلم واليقين والاخلاص. میگویند ابو مسلم الخجندی حنفی که لا اله الا الله این کلمه اخلاص است، ولیکن صاحبش را و گوینده اش را فایده نمی بخشد در نزد الله در این دنیا و در آخرت مگرم به شرطاش این علم است و یقین است و اخلاص است. میگن بارک الله فیکم. از این سخن علمای مذهب ابو حنیفه ملا علی قاری، ملا عینی و ابن منیر و این چنین ابو مسلم الخجندی و این چنین
ابن ابی العز حنفی در عقیده طحاوی یا خود طحاوی و این چنین دیگر از علمای بزرگی به مانند زیلعی در کتاب نصب الرایه از معنای سخنهایشان این گرفته می شود که همه علمای مذهب ابو حنیفه محققین و کبار علما اعتقاد می کردند که لا اله الا الله شرط های صحتش دارد، یعنی برای صحیح شدن بعضی از شرط ها را دارد که اگر این شرط ها بجا نآرد لا اله الا الله صحیح نیست، هیچ فایده برای صاحبش و گوینده اش نمی بخشد، به مانند علم، یقین، اخلاص و به مانند این چنین شرط هایی که ما به شما ذکر کردیم. بارک الله فیکم. و این چنین وقتی که نظر به مذهب مالکیه میکنید، ابن بطال در شرح صحیح بخاری در زیر حدیثی این که حدیثی صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگند امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله، من از جانب الله امر شدم تا که مردم را به قتل رسانم، یعنی اقاتل الناس به مردم را به قتل رسانم تا که بگویند که لا اله، تا که شهادت بدهند که نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی تا همین سخن را گفتن با اونها می جنگیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم مأمور شده اند که به مردم بجنگند و اونها را به قتل رسانند تا این که بگویند که لا اله الا الله. و البته بهترین دعوت این جهاد است که برای توحید انجام داده می شود. پس هر کسی که اقرار کرد لا اله الا الله را اقرار کرد، راهش باز است، خونش حرام است، کشتنش ممکن نیست، مالش را هیچ کس گرفته نمیتواند، مالش در امان است، الا بظهور نقض شرائط ما اقر به بعد الاقرار بجملته. یعنی ببینید ابن بطال مالکی در شرح صحیح بخاری در زیر این حدیث میگن که مگرم، یعنی هر کسی که لا اله الا الله را قبول کند، شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله قبول کند، خونش حرام است، مالش حرام است، در امانت است، هیچ کس مال خونی این را گرفته نمیتواند مگرم در حالت ظاهر شدنی نقض در شروط از شرط های لا اله الا الله بعد از اقرارش. کسی اقرار بکند بعد از اقرارش در 7 شرط لا اله الا الله در یکی اش نقض بکند، شکند، ترک بکند، در این حالت میگن ذلك هو الحق الذي كشفنا قوله صلی الله علیه و سلم الا بحقه. انا من قول حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که کشف میکند که میگویند الا بحقه، مگرم به حقش. حقش چی؟ حق لا اله الا الله چی؟ حق لا اله الا الله همین شروط های لا اله الا الله هست. بارک الله فیکم. و این چنین قرطبی مالکی در تفسیر الا من شهد بالحق و هم یعلمون سوره زخرف آیه 86 بعد بیان شهادت به حق ذکر میکنند و میگن که لا تنفع الا مع العلم، شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله میگن به صاحبش هیچ فایده نمیبخشد مگرم بعد از علم. کسی که لا اله الا الله بگوید، محمد رسول الله را بگوید، اما معنیش را نفهمد، همچون بگوید هیچ فایده برای اون نبخشیده است. بارک الله فیکم. اگر معنیش را فهمد لا اله الا الله بگوید اما قبول نکند هم هیچ فایده ندارد. به مانند ابو جهل و ابو لهب است. ابو لهب و ابو جهل لا اله الا الله را فهمیدند، معنیش را میدانستند، اما گویند هم قبول نمیشد تا همون زمانی که این را قبول بکنند، نه من باب رد بلکه من باب قبول. بارک الله فیکم. بارک الله فی علمکم و فهمکم. و این چنین ابن ابی جمره الازدی در بهجة النفوس در زیر اسعد الناس بالشفاعه، در زیر حدیث اسعد الناس بالشفاعه میگویند که این چنین ایمان و اعتقاد به خود شرط ها دارد و شرط ها باید به جا آورده شود. همه این سخن های مذهب مالکی دلالت میکند که مذهب مالکیه نیز تمام علمای محققینشان اعتقاد میکردند که لا اله الا الله به خود شروط دارد. و این چنین مذهب شافعی وقتی که نظر میکنیم، امام البغوی در شرح سنه میگویند اذا اتى بكلمه التوحید يحكم باسلامه ثم يجبر على سایر شرائط الاسلام. هر کسی که کلمه توحید را بگوید، یعنی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله را بگوید، مسلمان شده است، حکم به اسلام کرده می شود، بعد از این مجبور کرده می شود که دیگر باقی مانده از شرط های لا اله الا الله و شرط های اسلام را به جا بیاورد. یا که ابن حجری اسقلانی در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری در زیر حدیث اشتراط النطق بکلمه شهادتی، یعنی شرط بودن نطق لا اله الا الله ذکر میکنند و میگویند که شرط لا اله الا الله به خودش شرط ها دارد. و این چنین امام بیهقی شافعی در اعتقاد ذکر میکنند شروط الوفات علی الایمان حتی یستيقظ دخول الجنه. این چنین خطابی
میگویند که الاخلاص هو الشرط في صحة الإيمان والإسلام معا. اخلاص شرط صحت ایمان و اسلام با همراهی دیگرش است. بارک الله فیکم. و این چون از علمای حنابلة وقتی که نظر میکنیم شیخ الاسلام ابن تیمیه یا که ابن القیم الجوزی یا که ابن رجب حنبلی که به شما ذکر کردیم یا که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله اجمعین، همه این چهار مذهب علما و محققین و تابعین و تبع التابعین و بعد از این صحابه و بعد از این سنت و قرآن، ببینید چقدر دلیل های زیاد، قرآن، سنت، اجماع صحابه، بعد از این تابعین، تبع التابعین و این چنین چهار مذهب و بعد از این عقل، همه این دلالت میکند که لا اله الا الله این یک کلمه خشک نیست، این یک کلمه نیست که فقط بگویید شما به همین کافی است و جنت میروید، بلکه لا اله الا الله به خودش شرط ها دارد و شرط های لا اله الا الله 7 است. علم است، یقین است، صدق است، اخلاص است، قبول، محبت است، قبول و انقیاد است. هر کسی که یکی از این شرط ها را ترک نماید اسلامش درست نیست و هر کسی که همه این شرط ها را ترک نماید اسلامش درست نیست. چگونه که قول علما و اجماع صحابه و همه اصحاب اهل سنت و الجماعت را به شما ذکر و بیان نمودیم. بارک الله فیکم. پس با همین سخن اولی، با همین سخن این سخن را در همین مرحله به پایان میرسانیم و ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه های آینده به شما بیان میکنیم که اولین کسی که این شرط 7 گانه را 7 تا ذکر کرده است کی است و دلیل های این و بعضی از مسائل دیگر را در این مسئله به شما بیان خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.